خب امروز یه باقالی پلوی خوشمزه با گوشت یاد بدم با سس مخصوصش. خب من پیازا رو برشای خلالی میزنم. توی تابه بیزاریم کمی تفت. پیاز نگینی هم داخلش میریزم. شروع میکنم به تفت دادن گوشتم. کمی روغن میریزم داخلش. کمی فلفل، کمی زردچوبه میریزم برای بوگیری گوشت. شروع میکنم به تفت دادن. در حدود 10 دقیقه تمام یه رو تفتش میدیم کاملا. خب من پیاز و گوشتامو خالی کردم توی یه ظرف دیگه. پیاز رو میذارم کمی تفت بخوره. سیرم حلقه حلقه میکنم داخلش میریزم. هویجم میریزم. من هویجو کمی نیم پز کردم. کمی تخم گشنیز میریزم. بسیار خوشمزهش میکنه. کمی هم جوز هندی. جوز هندی خیلی کم بریزید. من رو 1 تا 2 قاشق میریزم. هم میزنم اگه رنگش خوب نبود دوباره میریزم. چند تا دونه فلفل سیاه داخلش میریزم. کمی هم زعفران میریزیم. 2 تا چوب دارچین داخلش میریزیم. کمی آب میریزیم که ذوقمون کاملا باز بشه. مواد آماده شده رو داخل زودپز میریزم. گوشتم هم داخل زودپز که قبلا تفت دادم میریزم. با هم دیگه کمی ترکیبش میکنم با گوشت. بعد آب جوشیده داغ روش میریزم. آب جوشیده داغ رو از کنارش میریزم تا روی گوشت رو بگیره. که جوش اومد در زودپز رو من میذارم. سوتش هم میذارم. حرارت رو کم میکنم. تقریبا 1 ساعت بعد نگاه میکنم دوباره. آبمون که جوش اومد برنجی رو که از 2-3 ساعت قبل خیس کردم آبش رو خالی کردم داخل آب جوش میریزم. کمی هم نمک دوباره میریزم. ولی مرحله آخر دوباره باید نمکش رو بششید. درش رو من میذارم ولی بالا سرش وای میستم که سر نره تا دوباره بجوش. برنجمون که دوباره به جوش اومد این کفای روش رو میتونیم بگیریم. من برنج وقتی که جوش اومد باقالیمو میریزم. سفید خرد شده هم دیگه برنج من دون شده. میریزم 1 دقیقه دیگه برنج رو برمیدارم از آبکش. رو کمی روغن میریزم. کمی زعفران میریزم. دوست دارید میتونید نون بریزید، زمینی بذارید، هر چی دوست دارید میتونید بذارید. بعد برنجمو میریزم. کاملا میذاریم برنج آبش بره. حتما به این صورت تفکیک برنج رو بریزید. یک دفعه بر نگردونید که
آب برنج بریزه داخل، کاملا دون کنید. بعد ما بینش من کمی پودر گل محمدی، قرفه، دارچینم وسطاش میذارم، بعد کمی زعفران میذارم. دوباره این کار رو تکرار میکنم. خب 10 دقیقه شد، برنج ما بخار کرده. من چند تا تیکه کره روش میریزم، کره جای مختلف میندازم، حرارتش رو کم میکنم. یه استکان آب کوچیک 2 تا روش میریزم، درش رو میذارم، حرارت رو کم میکنم. 20 دقیقه دیگه برنج ما آماده است. زودپز رو من بعد از 1 ساعت باز کردم، نگاه میکنم. بعد از 1 ساعت در زودپز رو من باز کردم، گوشتش هنوز نشده. یک کوچولو دوباره آب داغ میریزم روش، درش رو میبندم، میذارم نیم ساعت دیگه بمونه. دوباره در زودپز رو میبندم، نیم ساعت دیگه رو حرارت خیلی کم میذارم پخته بشه. خب گوشت ما آماده شده، باقالی پلومون هم آماده شده. خب باقالی پلوی ما آماده شد. من چوبای دارچین رو برمیدارم ازش داخلش. باقالی پلوی خوشمزه ما آماده شده. اینم از سسش، اینم باقالی پلومون. مرسی از اینکه با من همراه بودید. خب از سسمون روی برنج میریزیم با باقالی پلو.